کدوم حسگر ضربان قلب برای من مناسب تره؟ پولار 3 تا حسگر ضربان قلب بسیار خوب داره که من امروز میخوام براتون توضیح بدم کدومش برای شما مناسب تره و چه فرقی داره. هر 3 تا این حسگرهای پولار یعنی مدل وریتیسنس H10 و H9 که هر 3 تاشون الان روی میز داریم، هر 3 تاشون از تکنولوژی بلوتوث و انپلاس استفاده میکنن برای کنترل ضربان قلب. منتها اینا یه تفاوت‌هایی دارن. مدل H9 و H10 این دو مدل روی سینه بسته میشن و یه بندی دارن که روی سینه بسته میشه نزدیک قلب روی قفسه سینه. مدل وریتیسنس روی ساعد، بازو و یا روی عینک شناتون بسته میشه یا هر جایی که بتونید به پوستتون بچسبونید بسته میشه. منتها این دو مدل دو گروه حسگر ضربان قلب، یعنی اینا که روی سینه بسته میشن و اون که روی بازو بسته میشه، یه تفاوت‌هایی در کنترل ضربان قلب دارن. مدل H9 و H10 که روی قفسه سینه بسته میشه از طریق تغییرات الکتریکی قلب هستش که میتونه ضربان قلب رو دریافت کنه. یه الکترودای جلوش داره و از این طریق میتونه ضربان قلب شما رو محاسبه بکنه. مدل وریتیسنس که 6 تا LED حسگر نوری داره از طریق تغییر اندازه رگ میتونه کنترل ضربان قلب دقیقی به شما ارائه بده. منتها اینجا یه نکته کوچیک هست. حسگرهای روی سینه نیاز به رطوبت دارن، یعنی در بعضی مواقع شما نیاز چند قطره آب جلوی حسگر سینه بذارید، ببندید و ازش استفاده کنید و ضربان قلبتون رو کنترل کنید. ولی اون حسگرهای نوری اصلا نیازی به رطوبت ندارن. حالا میخوایم براتون توضیح بدیم که اینا هر کدوم چه فرقی دارن. پولار وریتیسنس به درد کسایی میخوره که میخوان آزادی حرکت بیشتری داشته باشن، نمیخوان چیزی رو قفسه سینه‌شون ببندن، و یا کسایی که میخوان اصلا کلا از بستن حسگر روی سینه خیلی احساس خوبی ندارن، یا کسایی که ورزش اولشون شناه، چون یه دونه کلیپ مخصوص عینک داره که روی عینک بسته میشه و از روی شقیقه ضربان قلب رو میگیره. این مدل شارژی هست، با هر بار شارژ شدن 30 ساعت به شما شارژ میده و تا 600 ساعت حافظه داخلی داره که میتونه ضربان قلب شما رو ذخیره بکنه. چجوری؟ شما این حسگر رو میتونید با نرم افزار پولاربیت روی موبایل ست بکنید، موبایلتون رو بذارید داخل کمد و برید ورزش بکنید. بعد از ورزش بیاید آنالیزهای ورزشیتون رو روی موبایلتون دانلود بکنید، حسگر ضربان قلب و آنالیزها رو کامل ببینید. این مدل 50 ساعت 50 متر ضد آبه و نسبت به مدل قبلیش که OH فام بود هم حافظه داخلی بیشتری داره، هم باتری قوی تری داره، هم رنج بلوتوثی بیشتری داره که رنج بلوتوثی برای دیوایس هایی مثل آیپد که شما میخواین با پولار تیم کار بکنید خیلی کاربردی تر میشه که من توضیح میدم چه فرقی داره. حسگر H10 به درد کسایی میخوره که میخوان بالاترین دقت ضربان قلب داشته باشن. H10 در تاریخ تولید محصولات پولار که نزدیک به 45 سال پولار داره محصولات کنترل ضربان قلب میسازه. پولار H10 دقیق ترین حسگر ضربان قلب پولاره که استفاده‌های پژوهشی، استفاده‌های پزشکی و استفاده‌های ورزشی میشه. این حسگر هم حافظه داخلی داره ولی یک بار میتونه یک تمرین رو ذخیره بکنه تو حافظه داخلیش و روی موبایل استفاده بشه. این حسگرها هر سه تاشون هم با موبایل، هم با ساعت‌های ورزشی و هم با ساعت‌های هوشمندی که بلوتوث رو ساپورت میکنن کار میکنن. خیلی از دوستان هستن که برندهای مختلف ساعت دارن، چون میخوان ضربان قلب دقیقی داشته باشن این حسگرهای پولار میگیرن. حسگر H10 خب خیلی محبوب هستش. این حسگر H10 یه بندی داره که این بندش نقاط سیلیکونی داره که از لغزش این بند روی سینه جلوگیری میکنه. الکتروداش خیلی بزرگتر از مدل H9 هست. همزمان هم میتونه به 2 تا دیوایس بلوتوثی وصل بشه مدل H10 که H9 این قابلیت رو نداره. وریتیسنس هم همزمان میتونه به 2 تا دیوایس بلوتوثی وصل بشه. هر سه تای این حسگرهای ضربان قلب انتپلاس و بلوتوث رو ساپورت میکنن، ولی 5 کیلوهرتز یا جیم لینک رو فقط H10 و H9 ساپورت میکنن که باید اتصال تجهیزات باشگاهی مثل تردمیل و دیگر وسیله هاست. این حسگر H10 و H9 هر دوشون رو سینه بسته میشن. H9 یه حسگر اقتصادیه، حافظه داخلی نداره مثل H10
و همزمان به 2 تا دیوایس بلوتوثی هم وصل نمیشه. بندش همون نقاط سیلیکونی رو نداره و این بندش به صورت کلیکی بسته میشه، کمی راحت‌تره. این بندش به صورت قلابی بسته میشه، ولی این یه حسگر مقرون صرفه و اقتصادی زبان‌قلب دقیقی هم به ورزشکار ارائه میده. این حسگر سیمنت ضد آب، H10 سیمنت ضد آب و ویلسیستنس 50 متر ضد آب هستش. هر سه تا این حسگرها 2 سال گارانتی زیگورات دارن. شما میتونید حسگرها رو با 2 سال گارانتی زیگورات تهیه بکنید. محبوب ترینش خب H10 هست، به خاطر اینکه سالهاست داره این مدل حسگر تولید میشه و H10 بالاترین دقت رو داره. حسگر H10 چند تا رنگ بندی هم داره که رنگ بندی‌هاش رو هم موجود داریم. ولیتیسنس جدیداً 2 رنگ دیگه اضافه کرده و H9 تک رنگ هست. یه سیستمی هم پولار داره به اسم پولار تیم، یه نرم افزار رایگان روی فقط آیپد نصب میشه. این نرم افزار میتونه تمام کسایی که حسگرهای ضربان قلب پولار دارن یا ساعت پولار دارن رو در لحظه ریل تایم کنترل بکنه. تا 40 نفر رو میتونه ریل تایم کنترل بکنه. مربیایی که توی باشگاهشون میخوان 5 نفر 10 نفر یا تا 40 نفر رو همزمان کنترل بکنن، میتونن از این حسگرها بگیرن یا اگه ساعت پولار دارن ورزشکارشون با اون نرم افزار ست بکنن و تا برد حداقل 50 متر کنترل بکنن ورزشکار رو. البته این بیشتر برای ورزش‌های داخل سالنی استفاده میشه. برای ورزش‌های بیرون سالنی پولار یه سیستم دیگه داره به اسم پولار تیم پرو که اصلا این حسگرها نیست و سیستمش کاملا فرق میکنه. هر سه تا این حسگرها رو شما میتونید از زیگورات اسپورت تهیه بکنید. همشون حسگرهای بسیار خوب و راحتی هستن، ضد آب هستن، میتونید باشون شنا بکنید. ولی خب این مدل گیره مخصوص شنا داره که روی عینک شنا بسته میشه. امیدوارم این ویدیو بتونه بهتون کمک بکنه، بتونید انتخاب بهتری داشته باشید و ضربان قلبتون رو با دقت بیشتری دریافت بکنید. متشکرم.